برادران قدردان، جای آمدیم که جای تاریخی، جای استاد عزیزی ما بسیار امروز سربلند هستیم که شما از مقبره آدم‌الشهرا ابو عبدالله رودکی بازدید به عمل آورد. قبر استاد رودکی در باغ رودکی است. همه زیارت کردم، من هم زیارت کردم. جوانای عزیز، تاجیکستان با پیش! با پیش! با پیش! خوش آمدید. خوش آمدید مهمانان عزیز. فرم جوانان مهمانان عالی قدر، ما بسیار امروز سربلند هستیم که شما از مقبره آدم‌الشهرا ابو عبدالله رودکی بازدید به عمل آورده. همه جمهوریوی تاریخی و فرهنگی پنجرود خوش آمد. قدم شما به حسنات سلامت باشید. دوستان عزیز، برادران قدردان، جای آمدیم که جای تاریخی، جای استاد عزیزی، جای پدر بزرگواری رودکی. انا بینید، انا که میدونم یاد تماشا میکنم. نگاه
استاد عزیز ما یکی سردفتری کلاسیک تاجیک استاد بوده که یک دوی میدوریم دیدن میکنیم میگه مرا بیسود و فرور خرچی دندان بود نبود دندان لاول چراغ تابان بود سپید و سیمرده بود و دور و مرجان بود ستاره سحری بود و قطره باران بود یکی نمان جان زان همه بیسود و بیره چی نحس بود همان نحس کیوان بود جميع انبیاء یافتانی مازن مقام اولین و آخرین مومنین و اطهارستان پاک شده از دنیا گذشتگی ها روحشان شادگان جوشان جنت اللهم اغفر لی ولی مازن سازیه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين امين شما مقبره یکم سال 1358 در واسطه 1300 سالی استاد رودکی ساخته شده بود. لایحه مکان بنا کرده شد. و واسطه 1150 سالگی رودکی است. اگر درباره پیدایش خط استاد رودکی بریم دوست کنم ممکن است که چیزی وقتی شما در راجع به استاد نگیرم سال 1939 استاد صدرالدین علی در شهر مسکن با شهرشناس روس گراش میکرد به ما بفرست. در اون وقت طرز کاری همه یعنی به استاد صدرالدین علی بسیار مقبول شد و عرضه میکنم که مدرسان ماهر شما یعنی درسی نازک شما همه چهره‌های نمایان ما از آن انا آدم و شعرا این بردارو شاعر سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک رودکی اینجا چیستا استادخانه شد برادران اینا اینجا 5 رود این همی جای برادران 5 رود اینا میدونین درونی استادخانه هست نه یک جا در استادخانه میدونین همه کتابا تمام قلیات هاش همیجا هستن اینا السلام علیکم اینا قلیات ها و کتاب ها و غزلات ها و اینجاش بداریم بسیار هرچی از آنها فراگیری بسیار بود دعوتی هستم که فروزش کنه که ما اصلا همه اجداد بود یک بلد کشور 66 نفر ایرانیه که 26 نفر موشی آمد در همجا فوق کردن همین همه در بود در همجا دید این از کل نتیجه بسیار بود اگه تابستان رو بیاد الان ریزین جایی که باید الان جایی دلی کوزا دا چی باشه کرن؟ هیچی نیست نه؟ نه هیچی نداشته یکم چی نبوده دلی کوزا دا هی هیچی نیست درنی کوزا دیش که نبودن انا که میریم اینا در اینجا خیل خوب در اینجا اینا خیل هم خوبی خاطر مانش انا اینا انا
تمام معلومه بود لکه یک چیز با نیستم موبایل دارم که تاکل نیستم چیز نمی‌کنم شب جان چند نفر هستیم؟ امضا کنید. سلامت باشید. سلام باشید. البته. سلام باشید. بازیافت‌های شهرتوز میباشد، یعنی که درباره مدنیت باختر معلومات میدهد. از بس که آثارخانه ما آثارخانه جمهوری است، در آثارخانه ما از دیگر منطقه‌های کشور بازیافت‌ها به نمایش گذاشته شدند. دیگر تالار، این تالار پنجکه شدید میباشد. باستانشناسان از اکادمی علم‌ها میباشد و سوم این باستانشناسان محلی. آن بازیافت‌هایی که از پنجکه قدیم در طول هفته‌های که از سال 1946 دریافت کرده شدند، یک قسمتشان در آثارخانه ما، قسمت دیگر در آثارخانه‌های پایتخت و دیگر قسمت در منطقه شهر سنت‌پطربورگ محفوظ است. در این شما با بازیافت‌های پنجکه شناخته می‌شوید که اینها با اصل 58 منسوب است و درباره مدنیت در دیوارها شما یک چند دیوارنگاره ها رو میبینید که با این دیوارنگاره ها خانه های پنجکه قدیم، قصرهای پنجکه قدیم آراد داده میشد. خیلی اگه جای زور شما بگیرم من خیلی دا حلوات میبرم اینا اینجا دی برادرم مش او ایرگی من یادم حلوات میبرم اینا کلاس ببین زنگایی در درون شکر بی بچه جایره روی بچه جایره اوبا قشتطق خوک خیرس گاپ این یکی پرنده ها جون بدنم اینجا پرنده ها این صافی همش درجه بگن کن و همینجا دیدم که پرنده رو خونده این هاری لایله که ایده بیسیم 15 میخونه ای آخر میکن خیلی نفت نهایت عزتمند و ارجمند حاضرین گرامی، حضور نکهتر شما را به یکی از گلشن‌های زیبامنظر تاجیکستان، شهر باستانی پنجکه و دیار اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس استاد ابوعبدالله رودکی و لایق شیرین کلام صمیمانه خیرمقدم میگوییم. شما با تمام احترام سخن و معاون رئیس شهر پنجکه محترم نقیبین پروینه مرحمت. همدیاران عزیز، حاضرین گرامی، محترم مهمانان و جوانان فعال جمهوری تاجیکستان، همه شما را به پنجکه باستانی از نام رئیس شهر محترم عبدالخالق خلیلزاده و
مدیریت و چکشوری نقشه چاره‌بینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب وسیع بلاگران جوان چاره‌بینی اطلاعاتی و معرفتی تحت عنوان استفاده درست شبکه‌های اجتماعی کفیل امنیت اطلاعاتی برگزار کردید. برگزاری این همایش جوابگوی دستور سپارش‌های اساس‌گذاری که نو میخوان که بلوگ جوان دو درکوی ما هر یکی در جوانی یک دوره ما وقتی که چنین شما بود خیلی صحنه در سال توز داره گشتن حتی جوانی را هر کس با سن سال وابستگی دارد بزرگان میگن که آشنایی میبرد ما را با پیشی آشنا باشی بیا هر لحظه پیشی آشنا در گشاید آشنا از در آید آشنا را آشنا کرد خویشی آشنا چون یک برادر زود باور می شود آشنا بسیار باشد دل منور می شود که نه چون سنگ ملامت کند خود جر می شود آشنایی از همین جا بین ما سر می شود دوست باشه آشنا باشه عاشق زندگی باشه البته در این شان زندگی همه سرجم خوشی و خرسندی میکنیم رقص و بازی میکنیم ککرس میکروفون بیرون یک بزمک ربانی میکنیم شیرین غزلخوانی میکنیم یک جویا رفتیم همون سرود استاد جیاربی مرادوف از دو چشماش مگو از میومیناش مگو از نگاهاش مگو از میومیناش مگو همه غزل حافظای جمعید حافظو Go!
سرود میخونن جوانای عزیز، همه کسا فقط رقص و بازی میکنیم. چی گفتیم؟ رفتیم همینجا تطورک بزنید و رکده خوندن بگیم سرجم رقص و بازی میکنیم. ما خوش آمدیم، من پنجکی پیشون بودم. خوشگردیم، زنده باشید. جوانای عزیز، تاجیکستان بپیش!